بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و عزیزان. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما شد تا به همراه شما خوبان و عزیزان در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل، گرد سفره دل صحبت‌های جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز گرد هم بیایم. در آغاز من سلام خود و شما بینندگان عزیز رو خدمت جناب دکتر عرض میکنم و خیر مقدم میگم، خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو. خوش آمدید جناب. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما بزرگوار و همچنین خدمت تک تک دستاندارکاران شبکه. باز لطف فرمودید و به من یه بار دیگر هم اجازه دادید تا در خدمت بینندگان عزیز باشم و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و امید هست که انشالله امروز هم بتونیم در کنار هم در مسیر اصلاح و ساختار جامعه دست در دست هم یک نقشی رو ایفا کنیم انشالله. خدمت از ما سلام دکتر. بنده به عرض به حال به رسم ادب و احترام و از طرف خودم و از طرف بینندگان عزیز خدمت شما و خانواده محترم وفات مادر بزرگوار رو بار دیگر تسلیت عرض میکنم و همه بینندگان عزیز هم در برنامه گذشته که شما سفری داشتید و نرسیدید به برنامه، عزیزان همه دعاگو بودند و ذکر خیری شد و گرچه قصد به هر حال یادآوری مصیبت نبود اما به رسم ادب مناسب دیدم بار دیگر تسلیت بگم وفات مادر بزرگوار ما رو. جزاکم الله خیر. الله متعال ان شاء الله رو غریق رحمت بکنه و بهشت رو براشون نصیب بکنه. خیلی خیلی ممنون. بنده هم از شما و هم از بینندگان عزیز و پیام‌های زیادی که فرستاده شد و متاسفانه فرصت نشد که به همه عزیزان جواب بدم، از همتون کمال سپاس و تشکر دارم و الحمدلله به هر حال مسیر زندگی چنین است، همه باید این مسیر رو طی کنیم و خوش به حال اونهایی که با دست پر میرن پیش پروردگارشون. دقیقاً اگر ما دید درستی از قضیه مرگ و زندگی داشته باشیم تحمل مصیبت ها آسان تر میشه. در واقع مرگ به اصطلاح مثالش مثل اینه که همه ما در یک سالن بزرگ امتحان در مقابل پروردگار متعال هستیم و هر یکی هم برگه‌ای دستش هست و داره اون چیزی که داره رو مینویسه و هر کسی هم برگه‌اش رو تموم کرد تحویل میده و میره. چون که ما هم در همین مسیر هستیم و میدونیم که مثلا لحظاتی بعد هم من برگم رو تموم میکنم و تسلیم میکنم، بیرون میشم از سالن امتحان. تحمل مصیبت ها و فراق دوستان آسان تر میشه، گرچه که افرادی هستن در زندگی انسان که هرگز فراموش نمیشن. در یک مثال بعضی از فرهنگ ها میگن که وقتی که پدر از دنیا رحلت میکنه انگار سقف خانه برداشته میشه، انسان در خانه‌ای بدون سقف قرار میگیره. وقتی که مادر رحلت میفرمایند انگار که زمین خانه برچیده میشه، انسان در یک خانه‌ای که زمین نداره در هوا معلق هست به سر میبره. واقعیت امر هم چنین هست. اما خداوند را شکر میکنیم که مادر بسیار انسان پارسا، با ایمان، با تقوا، اهل قرآن، اهل نماز، اهل طاعت، خوش اخلاق و دوست داشتنی بود. همه اون رو دوست داشتن، همه براش احترام قائل بودن و امید هست که انشاءالله و همه، یعنی برای من خیلی جالب بود که خیلی عزیزان شاید در بیش از 60-70 کشور دنیا، از بیش از 70 کشور دنیا پیام‌های تسلیت و دعا برای ایشون می اومد که این خودش که خداوند متعال انسان‌هایی رو در قاره‌های مختلف این توفیق رو میده که برای این زن نیک و پارسا دعا کنند، این خودش علامت قبولیت ایشون در درگاه پروردگار متعال میتونه باشه و انشاءالله این
مسیر رو هم طی می‌کنیم و انشالله در کنار همه عزیزان و همه گذشتگانمون هممون انشالله در مجلس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر و صالحان و نیکان و صدیقان و شهیدان انشالله دور هم جمع خواهیم شد انشاءالله. امید الله متعال. خوشا به حال همه مادران بزرگواری که چنین فرزندانی تربیت میکنن که بعد از اونها بیاد اونها باشن و فراموش نکنیم که بزرگترین سرمایه برای انسان صدقه جاریه است و فرزند صالحی که برای انسان دعا بکنه بعد از وفاتش. زندگی اجازه بدید این مورد رو هم اشاره کنم، ببخشید که حرف شما رو قطع کردم. این موردی که شما اشاره کردید یک سبحان الله یک ترازویی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اختیار ما گذاشته. هر یک از ما هر لحظه و هر روز میتونیم بفهمیم که امروز من بنده نیک خدا بودم یا نه. و اون چی هست؟ ببینید وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسانی که از دنیا رحلت میفرمایند رابطش، حسابش، اجرش از دنیا کنده میشه، تموم شد، دفتر اعمالش بسته میشه، مگر از 3 باب. 3 مورد هست که هنوز حساب جاری در جریان است. یکیش انسان عالمی بود که یک علمی به جا گذاشت، علم انتفع به. بعد از اون علمش، از علمش، از کتاباش، از سخنرانیاش، از درساش استفاده میشه و این یک صدقه جاری هست. یا شاگردانی تربیت کرده. مورد دوم صدقه جاریه هست که صدقه جاریه گذاشته، کارگاهی برای افراد مثلا مستمن درست کرده، مسجدی بنا کرده، نمیدونم مدرسه‌ای به جای کرده، چای آبی، یا هر صدقه جاریه داره، ایتامی رو تامین کرده یا درست کرده. هر موردی از این چنینا همچنان صدقه جاریه براش هست. و مورد سوم ولد صالح یدعو له، فرزند نیکی که برای اون دعا میکنه. یعنی اگر فرزند برای پدر مادرش دعا کرد، اون فرزند نیک است، صالحه. اگر این فرزند دعا نکرد، یعنی اون صالح نیست. یعنی هر یکی از ما که گذشتگانی، پدرانی، نیاکانی، عزیزانی رو از دست دادیم، در پایان روز میتونیم ببینیم که امروز من صالح بودم یا نه. اگر برای عزیزانم دعا کردم، برای پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عزیزانی که مثلا سبب وجود ما بودن، اگر برایشون دعا کردم، من بنده صالح خدا هستم و الا نه. انشاءالله که همه ما جز این افراد باشیم که هیچ وقت والدینمون رو در مقام اول و خواهران و برادران و دوستان و آشنایان و اقوام و خویشاوندان و تمام عزیزانی که دور بر ما هستن، اساتید و شاگردان رو از دعای خیر خودمون فراموش نکنیم و در زندگی پیوسته بتونیم که زندگی سرشار از عبادت و سرشار از رضایت الله متعال رو تجربه بکنیم. در محیط زندگی احیانا گلایه ها و شکایت ها بسیار است. در فضای داخل خانه 2 نفر اولی که زندگی رو شروع میکنن، طبیعتاً به هر حال ما اگر بخوایم به اون مقامی برسیم که بتونیم فرزندان صالحی تربیت بکنیم، بتونیم از بعد از خود صدقه جاریه بگذاریم، اول بعد از خودمون شروع بکنیم. اول بعد فضای داخل خانه‌های خودمون رو از همون قدم اول، وقتی که 2 تا جوان با هم ازدواج میکنن، به فکر آینده های خودشون باشن که تنها بحث از ازدواج فقط کنار هم جمع شدن و فقط یک سری مصالح گذرهای شخصی و فردی نیست، بلکه سرمایه گذاری برای خود و برای خاندان خود و برای کل آینده انسان تا میلیون ها و بلکه میلیاردها سال پیش روز که ما ان شاء الله همه اینها رو پشت سر خواهیم گذاشت. در زندگی گلایه ها بعضی وقتها زیاد میشه که بعضی از خواهران علل خصوص گلایه میکنن از شوهرانشون. در برنامه گذشته که با جناب دکتر داشتیم، اگر به خاطر داشته باشید، با موضوعی که چطور میشه با یک شوهری که اون شوهر اخلاقش نامناسب هست، اخلاقش مناسب نیست و برخوردش مناسب نیست، چطور میشه یک فضای آرام و آرامشی رو در داخل خانه تجربه کرد. امروز میخوایم به همراه شما عزیزان درباره مشکل دیگری که در بسیار از پیام‌هایی که ما میرسه از طرف شما عزیزان مشهود هست صحبت بکنیم و اون بحث تجربه خوشبختی با شوهری که بی اهتمامه به خانمش و به خانوادهش و یا اینکه مشغوله و زیاد فرصت نمیکنه، مشغوله دیگه، به هر حال صبح میره خونه از بیرون و شب برمیگرده. چطور میشه
در چنین فضایی تجربه کرد خوشبختی رو. خواهرانی که از خانه خارج میشن به این امید که از خانه پدر و مادر که در کنار شوهر در یک فضایی سرشار از عشق و محبت، علی خصوص با اون فیلم هایی که در خیلی از لحظات مشاهده میکنن که چه فضای زیبایی است و صمیمی است و همش تفریح هست و نشستن هست و گفتن هست و خندیدن هست و صبحانه رو با هم بخور و نهار و شام رو برو بیرون و امروز این طرف و اون طرف. اما در میدان زندگی انسان میبینه که نه، احیانا شرایط زندگی شوهر این اجازه رو به انسان نمیده و شاید چه بسا خواهری احساس بکنه در یک چهاردیواری اسیر شده، از پیش پدر و مادر رفته پیش شوهر در شهر دیگری، دیار دیگری، الان داخل خانه صبح تا شب نشسته تک و تنها و الان احساس میکنه که شاید در انتخاب خودش موفق نبوده و این زندگی مناسبی نیست. راه حل چیست جناب دکتر؟ این مشکل رو خیلی جاها ما احساس میکنیم، على خصوص برای تازه عروس ها که احساس میکنن داخل یک چهاردیواری زندان شدن و الان دیگه اون آرزوهایی که داشت، اون امیدهایی که داشت، فکر میکنه همه به پایان رسیده دیگه، الان باید یک تصمیم جدی بگیره به ترس این که نکنه استمرار پیدا بکنه این شرایط، على خصوص که باز جدایی از خانواده در روزهای اول، ماهای اول على خصوص خب سخت طبیعتاً برای هر کسی، حتی برای مرد هم سخته، چه برسه برای دختر خانم. راه حل چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در حقیقت اگر اجازه باشه بنده در این مورد گلایی داشته باشم از خانواده ها، از پدر مادران و فضای فرهنگی که ما دخترامون رو توش تربیت میکنیم. ما یادمون میره احیانا که شیوه تربیتی فرزند باید یه شیوه درستی باشه، بر مبنای مفاهیم قرآنی باشه، نه بر مبنای اون خواسته های ما یا اون شیوهی که جامعه به ما املا میکنه. به چه معنا؟ ببینید مثلا قرآن به ما چی میگه؟ قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسانها و پریان رو نه آفریدیم، جنها رو، مگر اینکه مسیر زندگیشون عبادت هست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، همه زندگی و مرگم، هر چه در مسیرم هست اینها برای خداوند یکتاست. خب برای ازدواج نیست، بلکه همین ازدواج هم در همین مسیر برای خداوند هست. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا میایم در زندگی دخترامون، به خصوص دخترامون رو طوری تربیت میکنیم انگار که دختر رو ما برای ازدواج تربیت میکنیم، برای شوهر آینده. یعنی دختر رو برای کسی آمادش میکنیم. از همون کوچیکی ها و از هر وقتی که بسیار در عادات جاهلانه ای که در جامعه هست، آقا در فکر جهیزیه باش. خب هی بهش طعنه زده میشه که جهیزیه است. چرا جهیزیه؟ که اینجا اونجا که میره دست پر بره. خب میترسیم چون دست خالی رفت شاید بها بهش ندن، پس باهاش ارزشش به اون چارتی که آشغالی هست که با خودش میبره. خب پس اون انسانیت، کرامت اونش کجا رفت؟ وقتی که مثلا تأکید میکنیم بر اینی که چیزایی یاد بگیره، خب آشپزی یاد بگیره واسه خودش یاد بگیره، واسه زندگیش یاد بگیره، اما نه، باید هدف اینه که واسه شوهر یاد بگیره. نمیدونم شوهر بیرونت نکنه اصلا، باید از هر انگشتش 100 هنر بباره. اون هنرها چیه؟ هنرهایی که شوهر رو راضی میکنه. خب این در فرزند یک نوع نیاز به وابستگی خیلی شدید ایجاد میکنه، وابستگی به طرف مقابل. اینه که مثلا دختر اگر خدای نکرده مثلا فرصت ازدواجی براش پیش نیومد، این متاسفانه الان آمارش بالاست، خب چه اتفاقی میفته؟ اصلا در زندگیش داغون میشه. روزی که احساس میکنه ترشیده، روزی که احساس میکنه دیگه خواستگاری در خونه رو نمیزنه، اون در واقع اون خونه شد قبرستان و اون مرد. خب در حالی که این هیچ ربطی نداره، ازدواج به زندگی هیچ ربطی نداره. یک نعمت هست، یک نیاز هست، یک روزی هست
این روزی فراهم شد نشد، ما هزاران روزی دیگه داریم. بله. خب همه روزی ها، همه نعمت های الهی نادیده گرفته میشه، این مورد شاخصه میشه. ببخشید. این برمیگرده به همین تربیت نادرستی که ما برای در مسیر زندگی برای دخترامون داریم. خب وقتی که دختر میاد اینطور تربیت میشه، تربیت به یک نیاز مبرم که اگر من شوهر پیدا کردم خوشبختم، دیگه سر و سامون میگیرم، خوشبخت میشم. پس خوشبختی رو گذاشته زنگوله روی گردن چی؟ شوهر. اگه شوهر اومد این زنگوله تکون میخوره، نیومد چی؟ یه چی دیگه مثلا کلبه کور است. خب یا مثلا در همه موارد وقتی که ما میاییم، این دختر یک موردی داره، موردش چیه؟ مثلا یه بیماری داره، تمام هم و غمش چیه که این بیماری رو من درمون کنم که چی؟ تا این بیماری رو دارم شوهر گیرم نمیاد، وقتی هم شوهر گیرم نمیاد بدبختم، پس درمان این بیماری برام شوهر میاره، شوهر برام آرامش و خوشبختی میاره. کار میکنه، درس میخونی که چی بشه دختر خانم؟ خب میخوام درس بخونم، مدرک بگیرم، مدرک که گرفتم کار پیدا میکنم، کار که پیدا کردم شوهر گیرم میاد، شوهر که گیرم اومد خوشبخت میشم. تمام اصلا در ریتم زندگی ما چی هست؟ ما دنبال مادیات میگردیم، خب دنبال درس و مشق و مدرسه و نمیدونم مدرک و کار تو بازار و فلان، همه این زحمت ها برای چی هست؟ زحمت هایی که ما تحمل میشیم برای رسیدن به مجموعه ای از احساسات و عواطف. همه این زحمت ها پولدار شدن، خونه درست کردن که چی؟ که زن بگیرم، زن گرفتم، آرامش داشته باشم، خوشبخت بشم. نمیدونم ماشین میگیرم، مهریه جمع میکنم فلان که خوشبخت بشم. همینطور دختر خب 1001 مشکلات رو متحمل میشه. همه اینها برای رسیدن به یک هدف چی هست؟ یک ابراز احساس نیاز درونی، یک تشنگی بسیار شدید در داخل که این تشنگی چی میاره؟ ما متاسفانه این رو درک نکردیم که ما در علم روانشناسی نوین یه چیزی داریم به نام قانون مغناطیس. قانون مغناطیس میگه که هر چیزی شما به اصطلاح هر احساسی که در داخل خودت داشته باشی، همین احساس رو از اطراف کسب میکنی، جذب میکنی. احساس فقر داری، از اینور و اونور برات فقر میباره. خب حضرت علی جمله بسیار زیبایی داشتن، فرمودند که خیلی از مردم با وجود دارا بودن، با وجود این پول دارن، چون احساس فقر دارن فقیرن. چون در داخلش بسیار قناعت نداره، پولدار هست اما در داخلش فقیره، میترسه، واهمه داره از زندگی، واسه همین هر چیزی که داره مثلا جمعش میکنه. میبینی طرف حساب بانکی و رمزده ایزداده که اونجا پوسیدن پولاش تو بانکا، اما زندگیش خیلی فقیرانه است. احساس فقر این رو مثل یک دیوی دنبالش هست. این یک نیاز داخلی است، یک تشنگی رو در خودش ایجاد کرده. مثل کسی که دنبال تشنه است، یه سراب میبینه، خب اونجا آب هست، میدوه به طرف آب، اما میبینه که اون آب دورتر هست، تا بیشتر میدوه بیشتر تشنه میشه و همچنین به آبی هم نمیرسه. این دختر رو ما اینجوری تربیت کردیم. خب این چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این است که اولا این چون که خوشبختیش رو گذاشته بود رو شوهر، الان که شوهر گیرش اومد، حالا اگر شوهر گیرش نیومد که کلن داغون شد و خونه پدر مادر شد به اصطلاح یک قبر، و حتی جامعه وقتی بهش نگاه میکنه با یک حالت بسیار
تأسفی بهش نگاه میکنه، دل سوزانه. تا جایی میرن هر روز هر جا میره 4 نفر که میبیننش 35 سالشه بنده خدا، تا حالا شوهر گیرش نیومد. یعنی یک حالتی انگار مثلا انسان معلولی هست، 2 تا دست و پا نداره، نمیدونم چش نداره، فلان نداره. خب همون انسان معلول وقتی انسان مشلولی که هست دست و پا نداره، چه احساسی میتونه داشته باشه؟ اگر احساس فقر کرد، یعنی احساس کرد که من از یک نعمت محرومم و این نعمت کل نعمت هایی است که خدا به من داده. خداوند به من در دنیا 2 تا پا داده، الان این 2 تا پا نیست. این انسان چی هست؟ انسان داغونی هست، سربار جامعه است. میبینیمش این بر اون بر تو خیابونا افتاده، اوی به من بینوا کمک کنید فلان. یه انسانی دیگه است، خب وقتی میگی که چی؟ میگه که خداوند گر ببندد دری بگشاید 100 در دیگری. خداوند 2 تا دست و 2 تا پا بیشتر به من نداده، همه چیزهای دیگه داده. هوش دارم، عقل دارم، زبان دارم، چشم دارم، گوش دارم، محیط جامعه دارم، زندگی دارم میکنم، انسان هستم، کرامت دارم، انسانیت دارم. اون نصف پر لیوانو میبینه، نه نصف پر لیوانو میبینه، سعادتمند هست. تلاش میکنه. میبینیم همین افراد خیلی تو در جامعه افرادی هستن نابینا هستن، نمیدونن میشن یه عالم و اندیشمند بزرگ، دست و پا ندارن میشن یه مخترع بسیار بزرگ و خب الان این دختری که ما اینجور آوردیمش وقتی تو خالی هست احساس به نیاز میکنه، این خیلی خطرناکه. احساس به نیاز یعنی چی؟ یعنی اینی که این طرف خودش در داخل خودش احساس میکنه که من مشلولم، من معلولم. علت چیه دختر خانم؟ من نیم دوم خودم رو ندارم، من شوهر ندارم. این احساس خوبی نیست. این احساس از این دیدگاه روانشناسیشه. اصلا اگر بیایم از بعد دیانت این رو نگاه کنیم، این احساس یک انسان مشرک هست. انسان مشرک چی کار میکنه؟ انسان مشرک اون انسانیه که سعادتش رو، خوشبختیش رو، رسیدن به یک موفقیت رو، این رو گذاشته رو کله یک امامزاده، مثلا روی یک بت، روی یک گاو که این گاو به من سعادت میده، میشه گاو پرست. این قبر به من، این امامزاده امام رضا به من خوشبختی میده، پس میشه امام رضا پرست. این نمیدونم بت ابوالهول یا ابولولو خان به من سعادت و خوشبختی میده، میشه بت پرست. این فردی که گفت شوهر به من خوشبختی میده، میشد شوهر پرست. پس خدا کجاست؟ اینجاست که این روند رو باید تغییرش داد. وقتی که مثلا این خانومی که میاد میگه که شوهرم در کنار من نیست، شوهرم صبح تا شب خب سر کار است، من بدبخت چی کار کنم؟ خب وقتی که توی بدبخت شدی، خب بدبختی دیگه چی کار کنی؟ بدبختی رو تحمل کن. خودت حکم کردی بر خودت دیگه. خودش میگه که من بدبختم، من بیچارم، شوهرم شب میره کار، روز میره کار، نمیدونم 100 جا کار میکنه تا بتونیم به سراغ مسیر من که با کی بشینم؟ خب وقتی که خودت میگی من تنهام، احساس تنهایی میکنی. چطور تو تنهایی و میگی که ان معی ربی سیهدین؟ تو مگه پیرو همین پیامبر نیستی حضرت موسی علیه السلام؟ احساس تنهایی در بسیار یک احساسیه که ما در داخل خودمون میکشیم. ببین ما یک جسم هستیم، در داخل این جسممون یک روحی داریم، یک نفسی داریم. این نفس ما چه احساس بکنه تصویرش میاد روی جسم من. وقتی که من در داخل خودم خالیم، پوچم، در بیرون پوچم، احساس میکنم هیچ ارزشی ندارم، زندگیم چیه؟ بمیرم بهتره. در داخل خودم احساس میکنم که من ارزشی ندارم، باید دیگران به من احترام بذارن. خب دیگران احترام نمیذارن. اما اگر من میدونستم من کیم،
من یک روح الهی ام که دمیده شد در انسان. من اونیم که خداوند متعال در وصف من فرمود ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم رو تکریم کردیم، شخصیت دادیم، احترام دادیم، کرامت دادیم. اگر خداوند به من انسانیت بخشیده، من رو بر همه خلایق برتری داده، خداوند من رو یک شخصیت و احترامی داده، احترامم رو من از خدا میگیرم، از مردم نمیگیرم. پس من محترم هستم، من جایگاه خودم رو دارم، من شخصیت خودم رو دارم. لباسم به من احترام نمیده. لباسم هر چی باشه خودم رو ذلیل نمی کنم، شکمم خالی باشه خودم رو ذلیل نمی کنم، دیگران به من احترام نمیذارن. این بیماری هست. کسی گفت که مثلا فلانی، من میرم خونه مثلا خیشا، اصلا خیشا به من بها نمیدن، پیش عمو میرم هیچ بها نمیدن، میرم پیش شوهرم میشم انگار نه انگار من مثلا یه چایی هم جلوم نمیذارن، یه چایی هم جلوم نمیذارن. خب پس احترام من شد توی چایی، احترام من شد توی این که شوهرم کنارم بشینه، ارزش و بهای من شد اینی که شوهرم نگام کنه، ارزش و بها و اهمیت من این شد که وقتی رفتم خونه عروسام به من رسیدن، برادرام برام احترام قائل شدن، خواهرام دلم بلند شدن، خوش آمدگویی کردن و فلان کردن. وقتی که اینطور بشه، چون که من این رو میخوام، این یک نیاز و تشنگی در من هست. اتفاقی که بروز میکنه چیه؟ من رفتم خونه برادر بزرگم، ایشون هم نشسته اینجوری، به به خوش اومدید، به خیلی خوش اومدید. اون به نظر خودش بهترین استقبال رو کرد. اما من میگم بلند نشد، برای من هیچ ارزش قائل نیست، من تو چشش پوچم. خب برادر کوچیکم بزرگ شد، اومد به بغل گرفت منو، لبخند زد. ببین منو مسخره میکنه، نیشخندشو بشه، لبخندش برای من میشه نیشخند، بلند شدنش و استقبال کردنش برای من بی احترامی میشه. تو چیش من چرا؟ چون من در داخلم اینو میخوام، اینو به خودم القا کردم، احساس نیاز میکنم به این چی. الان همینطور این شو به اصطلاح همسری که از خونه پدری اومده بود با این تشنگی، از خونه پدری اومده بود، طوری تربیت نشده بود که من میرم که این مرد رو من خوشبخت کنم. این نقطه مثبتش بعد اینطور می بود اصل. این باید می اومد اینجا با این نیت بعد می اومد و با این من ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی ازدواج من عبادته، یه فرصتی برای تقرب به الله متعال و خدمت. من رفتم نماز با یک عشق و علاقه میرم مسجد، نماز میخونم، امام شروع کرد الف لام میم سوره بقره رو میخونه، ای کیف داره ها. خب وقتی میگم چرا؟ چون من با عشقی رفتم سوره بقره رو که بخونه من به صورت بیشتر کیف میکنم. خب اما اینجا اومدم خونه، شوهر نبود، سوره بقره خوندن یعنی وقت گرفتن، 2.5 جزء دیگه. خب اونجا خونه وقت، شوهر به وقت رو گرفت، به وقت نداد. اینجا چرا عصبانی میشم؟ ای بیچاره بنده خدا چقدر زحمت میکشه، شب و روز این میخواد که بسیار کنار من میبود، بهش بیشتر میرسیدم، اما بیچاره داره جون میکنه به خاطر زندگیش، به خاطر آینده خودمون، به خاطر این. وقتی میاد از بیرون من دیگه باش چه رفتاری میکنم؟ یعنی ببینید این زن وقتی میاد توی این خانه برای چی میاد؟ برای بخشیدن میاد که اینجا فضای عبادت منه، عبادت ازدواج که یکی از مهمترین عبادت هاست، نصف دینه، نصف ایمانه. خب وقتی که من اومدم تو این جو عبادی، این جو عبادی خب عبادت دیگه، تحمل میخواد. من میخوام نماز فجر بخونم، باید تو سردی بلند شم، با آب یخم وضو بگیرم، از خوابم بگذرم، از راحتیم بگذرم، دیشب ساعت 2 خوابیدم، چشام پف کرده، بازم برم. در همین کاری که میکنم میرم با همین خمیازه‌ای که تو را میکشم احساس سعادت میکنم. وقتی میام تو این خونه احساس سعادت میکنم.
وقتی که من به شوهرم خدمت میکنم احساس سعادت میکنم، چون که من به این فرد خدمت نمیکنم، من دارم به خودم خدمت میکنم، برای خودم اجر و پاداش کسب میکنم. من الان مثل اون کسی نیستم که تشنه اومد، من الان اومدم مثل یک مشک پر از خیرات، اومدم یک تشنه رو سیراب کنم، و همین عهد و پیمانی هم که با خداوند بستم و اون رو میثاق غلیظ قرآن نام نهاد، قضیه ازدواج این بود که من گفتم که این فرد رو من خوشبختش میکنم. حالا که اومدم توی میدان دیگه، الان اون تصورات ابلهانه ای که به اصطلاح بعضی از فیلم‌ها و نمیدونم به من میدادن که آقا وقتی رفتی که همه یه فضای خونه رومانسی هست، نه، فضای خونه یه فضای واقعیت هست، فضای به اصطلاح خواب و خیالات نیست. داستانی که کسی نوشته تو ذهن خودش رو یکم بازی کرده، نقش بازی کرده، اون بازی اسمش هست بازی. خب آقا چیکار می‌کنی؟ من فیلم بازی میکنم. خب فلان میگن فلان چطور؟ میگه آقا فیلمه. این قبول نکن. یعنی حرفه، اون فقط واسه به اصطلاح وقت گذرانی است. خب این مدرسه ما نباید بشه به اصطلاح سریال، فیلم. از اونجا یک عبرتی، یه درسی نمیدونم چیزی یاد گرفتیم، اما مدرسه واقعی اینجاست، زندگیه. خب الان در اینجا این دختر خانومی که با این روحیه اومده دیگه، این احساس تشنگی و نیاز یا خوشبختیش رو در شوهر نمیبینه، خوشبختیش رو خودش میسازه. چطوری؟ خوشبختیش در رابطهش با خداش هست. خب وقتی که در این فضا هست چرا احساس تنهایی بکنه؟ وقتی که تو یک امیدی داری که شوهرت بر میگرده، اصلا شوهر میاد، صبح رفته شب میاد، خب 2 روز بعد میاد، نمیدونم اصلا رفته دنبال کار، رفته نمیدونم مرخصی فلان. فکر اونا باش که اصلا امیدی ندارن که شوهری بیاد. خب همین وضعیتی که این خانومی داره که شوهرش یه به اصطلاح تو ماهی روز پیشش میاد و برایش همش تو مرخصی و تو کار و زحمت هست، میلیون ها زن الانش آرزو دارن که جای این خانم باشه. یا شوهرشون فوت کرده، یا اصلا شوهر طلاقشون داده رفته، یا اصلا شوهر ازدواج نکردن، یکی از این حالت‌ها هست. خب بس اینی که توی نعمت‌ها رو میبینی که خداوند متعال چقدر به من لطف داره، چقدر به من نعمت داره، و من برای تنها به اصطلاح شوهر گرفتن و ازدواج همه ی زندگی که نیست، جزئی از مسیر زندگی است. در این جزء از مسیر زندگی مثلا من 10% بهش رسیدم، اما در کل این زندگی 99% دیگهش من همشو دارم، صحت دارم، عافیت دارم، خیش دارم، نمیدونم میتونم باشون رابطه داشته باشم، مهمونم میاد و میره، پدر خانم و پدر در یک خانواده بودم، الان با 2 تا خانواده من شدم، قبلا یه پدر مادر داشتم، الان 2 تا پدر مادر دارم، قبلا 5 تا خواهر برادر داشتم، الان 15 تا برادر خواهر دارم. یک فضای، ببین چه نعمتایی فقط با یک ازدواج من به دست آوردم. در کنار این همه نعمت، یه نعمتش هم شوهره که از این شوهر مثلا 10% گیرم اومده. حالا جناب دکتر، یک بخشی که شما اشاره فرمودید مشکل مال اونایی است که خواهران بزرگواری که شوهراشون خب حالا نمیرسن، زیاد مشغولن یا سفر دارن یا کلا رفتن، هفته یه بار میان، یک ماه یک بار میان، یا روزی میرن، صبح میرن، شب میان. یه ایده دیگه حالا خودش تو خونه است، تنهاست، بیشتر این تنهایی بودن اذیتش میکنه و این احساس غربتی که به دست داده بهش. دیگه حالا احساس میکنن وقتی رفتن خونه شوهر، چون اینجا مثلا شوهر با پدر مادرش داره زندگی میکنه، شوهر با خانواده به هر حال خانواده خودش داره زندگی میکنه و اونجا الان دختر خانم تا دیروز در خانه خودش که بود نازی خونه بود و حالا مخصوصا که باز دختر آخرم که باشه سگولی خونه است و دیگه همه محبوب همه است و نمیذارن دست به تر خشک خونه بزنه و اون نازی دیروز داخل خانه الان اینجا داخل خونه احساس میکنه که تو خونه ای که الان اومده نوکر شده، کلفت شده، بعد ظرف بشوره، بعد لباس بشوره، بعد نوکر نمیدونم پدر مادر دامادو بکنه، نوکر
خواهر برادرای داماد باشه، نوکر این باشه، این احساسی که دست میده، یعنی این احساسی که فکر میکنه که حالا منی که تا دیروز تو خونه خودم یک شاهزاده‌ای بودم، الان اومدم اینجا خونه شوهر شدم، نوکر خدمت شوهر و خانواده‌اش، و این احساس میکنه که الان شاید من اینجا دیگه به خوشبختی نمیرسم، من اینجا اومدم فقط نوکری اینو اونو بکنم، من چطور میتونم تو این زندگی خوشبخت باشم؟ من فرصتی ندارم حتی برای خودم برسم، فرصتی ندارم، من خونه میخوام، یه خونه جدا میخوام، یک فضایی میخوام که خودم باشم. این رو چه کار باید کرد؟ ببینید بازم برمیگردیم به همون به اصطلاح داخل انسان. همه سعادت و خوشبختی رو من داخل خودم میسازم، همه تصورات رو من خودم میبافم، خودم برای خودم انتخاب میکنم. یه جمله بسیار زیبایی هست از امام ابن تیمیه رحمه الله، میفرمودند که ماذا یصنع اعدایی بی، دشمنای من چه از دستشون برمیاد، چه کار میتونن واسه من بر ضد من بکنن؟ انا جنتی و بستانی فی صدری، بهشت من، سعادت من در سینه من هست. خداوند متعال در وصف بهشتیان چی میگه؟ جنتان. جنتان میگن یه بهشت دنیایی، یه بهشت اخروی. کسی که وارد بهشت دنیا نشد وارد بهشت آخرت هم نمیشه. یعنی باید لذت بهشت رو در دنیا احساس کرد. خب این خب بگه که بهشت و سعادت من در سینمه، هر جا برم با منه. دشمن میخواد چه کار کنه؟ دشمن میخواد، یعنی شیطان ها، یعنی اهریمن، میخواد چه کار کنه؟ میخواد منو آواره کنه. اگر منو آواره کرد میرم گردش میکنم، سیاحت میکنم، نعمت ها و قدرت الهی رو میبینم، تماشا میکنم. یا دشمن منو میندازه تو سیاهچال، تو سیاهچال انداخت، من مشغول عبادت میشم، با خودم راز و نیاز میکنم، فرصت راز و نیازم با خودم بیشتر میشه. یا حد اکثر توانی که داره گردن منو میزنه، گردن شهید میشم، میرم پیش خودم، میرم پیش انبیا، میرم پیش صالحان، میرم بهشت. چی میخوام دیگه؟ راحت میشم از این دنیا دیگه. اینه که یک بتایی در داخل ما هست، این بت‌ها رو باید شکست. این بت‌هایی که من در داخل خودم گذاشتم که من سعادتم رو، خوشبختیم رو در یه چیزی تصور کردم، تو گردن شوهر گذاشتم و اون شوهری که این مواصفات رو داشته باشه، اون شوهری که منو به اصطلاح ملکه کنه، اون شوهری که واسم خونه جدا بگیره، اون شوهری که 10 تا کلفت واسم بگیره، اون شوهر منو خوشبخت میکنه. خب هرگز خوشبخت نمیشیم. چرا؟ چون یه بتایی رو در داخل خودت گذاشتیم. ببینید به هر اندازه که این تصورات و بت‌ها در داخلت بزرگ باشه، مشکلات بیشتر، به همین اندازه از هدف دورتر میشه. چرا؟ چون که این قلب باید غیر از خدا توش هیچی نباشه. محبت الهی باشه. وقتی که من قلبم رو پر کردم از محبت خداوند، رضایت خداوند مد نظرم شد، کلم دیدم از زندگی عوض میشه. رفتم تو خونه، وقتی کار میکنم کار نمیکنم، عبادت میکنم، لذت میبرم. وقتی تو این خونه دیدم که یه پدر مادری پیری هم هستن که مال پدر مادر شوهرم باشن، الان احساس نمیکنم من کلفتم، الان احساس میکنم من اون فرشته هم که خداوند منو فرستاده تا از زیر پای اینها بهشت رو واسه خودم کسب کنم. وقتی میبینم که من که اومدم تو این خونه به سلام برادر شوهرام، خواهر شوهرام به پدر مادرشون دیگه نمیرسن، گذاشتم واسه من، میگم خدایا چقدر به من لطف داری که من که دختر تنیشون نیستم الان میتونم اینا رو خدمت کنم. الان به اصطلاح خواهراش اگر خدمت میکردم به من فضایی نمیدادم، من چیکار میکردم؟
این فرصت عبادت از دست من میرفت. انسان عاقل اینطوری فکر میکنه. یعنی ببینید بعضی از صالحان میگفتن که دست فقیر حرمتش حرمت مسجد رو داره. همونطور که مسجد رو پاک میکنی، صاف میکنی، بهش میرسی، باید دست فقیر رو ببوسی، بهش برسی. اونجا جایگاه عبادت نماز هست که رکن دین است و اینجا جایگاه عبادت صدقه است که رکن دین است. فرقی نداره ها. هر جا نماز اومده زکات هم پشت سرش اومده. بعضی از صالحین چیکار میکردن؟ وقتی میخواستن پولی به فقیر بدن، اون پول رو عطر میزدن، بهترین پول رو میگرفتن تو دست فقیر میذاشتن، روش عطر میمالیدن که دست فقیر عطر بگیره. مگه ما نمیریم مسجدامون رو عطر و چی نمیدونم بخور و مسک و اینا بزنیم که خوشبو باشه؟ چرا که اونجا جای عبادته و اینجا جای عبادت. وقتی که من دیدم خونه ای که من توش رفتم جای عبادت هست، در و دیوارش برام عزیز میشه. خود به خود احساس ما در این خونه وقتی اینطور باشه، وجودمون هم اونجا لذت بخش میشه برای ما. خیلی. ببینید اون چیزی که باعث میشه که به اصطلاح من بگم که اینا منو بدبخت کردن، اونا منو بیچاره کردن، این تصوری است که تصور ابلهانه است. پیامبر خدا میفرمایند اگر انسانها و جنها همه با هم جمع بشن بخوان که به تو ضرری برسونن، نمیتونن به تو ضرری برسونن. چه در توانشون هست. همین انسانها و همین جنیان اگر جمع بشن بخوان به تو فایده ای هم برسونن، از دستشون بر نمیاد. اگر میتونستن خودشون مشکلات خودشون رو حل میکردن. مگر اون چیزی که الله متعال خودش مقدر کرد. اون چیزایی که هست از جانب خداست، مقدره از جانب خدا. اما کسی که اینجا رول منفی باز میکنه شیطان هست. شیطان وقتی که در سوره اعراف وقتی خداوند زد راندش بیرون، چی گفت؟ گفت که به من فرصت بده، میرم از جلوشو میام، از پشت سرشو میام، از چپ میام، از راست میام، ولا تجد اکثرهم شاکرین. نمیذارم که اینو شکرگزار باشن. خب خداوند چی گفت؟ ولا این شکرتم نزیدن. شیطان میاد یه چیزای کوچیک رو بزرگ میکنه و افراد احساس میکنن که داغون شدن. من کنیز این خونه که نیستم. چیکار کردی؟ من 2 ظرف شستم. خب این همه نعمت هایی که تو این خونه هست، همین وجود شوهر چی؟ بابا تو اسمت بود دختر لخت اوریان، خداوند بهت لباس داد. مجرد به تعبیر قرآنی وقتی میفهمن زن و شوهر لباس هم هستن، یعنی اینکه وقتی مجردن بی لباسن. با این تعبیر بی لباسن تو چشم جامعه بی لباسن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. قبل از این چی بود؟ قبل از این جامعه همش هر جا حرف بود که آقا فلانی رو چرا زن نمیدید؟ چرا شما اینقدر دردشو داری؟ چرا همه میگن آقا جوون 24 سالش شده چرا بهش زن نمیدید؟ تا حالا چرا مونده؟ یعنی چی؟ چرا همه دردشون اینه؟ چون احساس میکنن که این لخت اوریان هست. این جامعه رو به هم میریزه، خانواده ها رو به هم میریزه. این خطره. خب دختر همینطور. بس این نعمت ازدواج، نعمت نمیدونم این همه خویشاوندی و احساس آرامش و اینا، همه اینا رو نمیبینه. 2 ظرف رو میبینه که من 2 ظرف شستم. حالا اگر همین ظرف شستن میدونست که این عبادته، میدونست که در کنار شوهر سعادت و خوشبختی ساختن، با هم نشستن و تار و پود خوشبختی رو بافتن یا تنهایی بافتن، که اصل بر بافتنی تنهایی است. طرف کمک کرد خیلی لطف داره، نکرد من خودم میبافمش. خب وقتی که اینجور فکر کرد، اون وقت دیگه کنیز نمیشه، اون وقت دیگه نق نمیزنه، اون وقت دیگه سختی نیست تو این خونه.
چرا؟ چون همه این سختی هایی که مثلا دیگران شاید اون رو سختی ببینن، این با عشق و علاقه انجام میده. شنیدید یک مجاهدی وقتی در راه خدا جهاد میکنه، شمشیر میزنه، بیاد یک گوشه‌ای بشینه و گریه کنه که خسته شدم؟ گشنمه، تشنمه. نه گشنگی رو میفهمه، نه تشنگی رو میفهمه، نه خستگی رو میفهمه. و نه از تو اینکه مثلا اگر هست. بهش بگن بیلی کلنگ بهش بدن بگن خندق بکنم ناراحت نمیشه، اینو با لذت و با عشق انجام میده. خیلی افتخار میکنه که این فرصت به من داده شد. خیلی ممنون جناب دکتر. اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود با ادامه موضوع برنامه. همراهمون باشید. ممنون از شما. ازدواج موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. در صحیح بخاری حدیث شماره 5090 و صحیح مسلم حدیث شماره 1466 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود. یکی به خاطر مال و ثروتش، دیگری به خاطر نسب و نجابتش، و آن یکی به خاطر زیبایی و جمالش، و یا به خاطر دین و ایمانش. پس زن دیندار را انتخاب کن تا سعادت واقعی نصیبت گردد. آداب همسرداری. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. در صحیح بخاری حدیث شماره 5214 انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند: از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که وقتی انسان دوشیزه‌ای را بر زن بیوه قبلی خود بگیرد 1 هفته پیش او بماند. بعد از پایان 1 هفته باید وقت خود را بین زن جدید و قدیمش تقسیم کند. ولی اگر زن بیوه‌ای را بر زن دوشیزه قبلی خود بگیرد 3 شب پیش این عروس بیوه باقی بماند و بعداً وقت خود را بین آنان تقسیم کند. عن عطاء رحمه الله قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. در صحیح بخاری حدیث شماره 5067 و صحیح مسلم حدیث شماره 1465 عطا رحمه الله نقل می کند: با ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بر جنازه ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
در محلی بین مکه و مدینه به نام سرف حضور داشتیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود وقتی که جنازه او را بلند کردید به آرامی و احترام آن را بلند کنید و آن را تکان ندهید و به احترام و متانت با آن رفتار کنید، همانطوری که در زمان حیاتش نسبت به او احترام می کردید. همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 9 زن در نکاح داشتند که نسبت به 8 نفر از ایشان با نوبت و تقسیم وقت رفتار می کردند، ولی 1 نفر از ایشان نوبت نداشت. ام المؤمنین سوده بنت زمعه رضی الله عنها نوبت خود را به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بخشیده بود. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در خدمت شما هستیم، همچنان با بررسی موضوع احساس آرامش و خوشبختی در کنار شوهر کم اهتمام یا بی اهتمام. چگونه میتونه انسان احساس خوشبختی بکنه در کنار شوهری که فکر میکنه اون شوهر بی اهتمام نسبت به این شخص. این مسئله جریان کلمه فکر میکنه رو من عمدن ذکر کردم، چرا که خیلی وقتها تصور خواهر این گونه است، یک خانم محترمی که شوهرش به او بی اهتمامی میکنه، یعنی اهمیت نمیده و شاید فکر میکنه که شوهر من براش مهم نیستم و زیاد ارزش ندارم براش، چون فکر میکنه که اگر مهم بودم مثلا بعد فلان کار رو میکرد، فلان کار رو میکرد، فلان کار رو میکرد، فلان کار رو انجام میداد و چون حالا این موارد انجام نمیشه پس حتما معناش اینه که یا منو نمیخواد یا براش اهمیت ندارم یا براش ارزش ندارم، در حالی که اگر میدانست که به هر حال خواسته های یک مرد از خانمش چی هست و یا حتی این اتفاق شاید برای شوهر هم بیفته که شوهری فکر بکنه که خانمش بهش اهمیت نمیده و براش بی احتمام هست و اگر میدانست که خواسته های یک زن از شوهرش چه هست این مشکل کمتر بروز میکرد. حالا اگر به این مورد هم بپردازیم و بعد از اینکه جناب دکتر باز هم ما رو شرمنده فرمودن با ریختن این چایی، جناب دکتر اگر درباره این دو مورد با ما و بینندگان عزیز صحبت بفرمایید که ما الان دید یک مرد نسبت به خانمش و خانم نسبت به شوهرش خیلی وقتها اهمیت دادن از دید یکی از طرفین متفاوت است با آنچه که شخص مقابل براش مهم هست، یعنی آنچه که مرد به عنوان نشانه اهتمام و توجه به همسرش داره بذل میکنه و خرج میکنه و انجام میده با آنچه که زن احترام داره تغییر داره متفاوت احیانا یا شاید مخالف هم باشه خیلی وقتها و همچنین نقطه مقابلش. الان از دید یک خواهری خب یه مواردی تو زنش داره که شوهر من اگه این کار انجام داد پس حتما من خیلی میخواد، من خیلی براش مهمم، و اگه این کار نکرد پس من مهم نیستم. الان خود مرد از زنش چه انتظاراتی داره، چه توقعاتی داره و چی میخواد از یک خانمش؟ از مرد شروع بکنیم که تا باز به خواهرم برسیم تا با شناخت این موارد بتونیم یک مقداری آسان‌تر با این قضیه برخورد کنیم. این سوال شما بسیار مورد حساسی رو
به اصطلاح اشاره داره بهش که منو بیاد یک نموداری هست بهش میگن نمودار پارتو، تقریبا همچین اسمی داره. این نمودار پارتو یک به اصطلاح اندیشمندی بود، این اومده بود نگاه کنه که ببینه روند کار زندگی چطور میگذره. مثلا یک مؤسسه‌ای مثلا وصال حق وارد میشه، نگاه میکنه میبینه که آقا 20% کارمندا 80% کار رو انجام میدن و 80% کارمندا تنها 20% کار رو انجام میدن. بله. خب میری تو مثلا تو زندگی خودت نگاه میکنی که مثلا در لباسات نگاه میکنی 20% لباسات رو 80% روزهای سال میپوشی، 80% دیگه لباسات رو تنها 20% روزهای سال میپوشی. این وقتی میایم تو مسئله خانواده همینطور که بعضی از عزیزان میان 80% هزینه میکنن در قضیه خونه و رسیدن به شوهر و نمیدونم، فکر میکنن که این 80 این کارا رو باید بکنیم، اینا مهمه، نتیجهش فقط 20% از قلب شوهرشون رو کسب میکنن. در مقابل اینها افرادی هستند که میفهمن چی کار باید بکنن، 20% هزینه میکنن، 20% زحمت میکنن، 80% نتیجه میگیرن. این از شناخت حاصل میشه. این خیلی مهمه. واسه همین ما میخوایم بگیم که عزیزان این برنامه سفره دل واسه همینه که به شما نشون بده که این کتف رو به اصطلاح شونه رو از کجا میخورن، به تعبیر عربیش که هر چیز رو از کجا نقاط قوت رو پیدا کنید. ببینید یک بنده خدایی که در همین مسائل اجتماعی و جامعه شناسی کار میکنه و سالیان سال در این میدان فعالیت داشته، چیکار کرد؟ اومد 200 خانواده رو انتخاب کرد. خانواده هایی که 5 سال پیش ازدواج کرده بودن، خانواده 10 سال پیش ازدواج کردن، 15 سال از ازدواجشون گذشته، 20 سالی که از ازدواجشون گذشته، مراحل مختلفی رو طی کردن. اینها رو انتخاب کرد، یک سوالی رو مطرح کرد برای همه، یک سوال مشترک برای همه، یک سوال که شما مهمترین چیز برای شما از همسرت چی است؟ مهمترین انتظاراتی که داری. خب 13 موردی که به اصطلاح جوابهای احتمالی هست رو گذاشت، به خانم ها هم داد، به آقایون هم داد. ببینیم که نتیجه کاری ایشون چی شد. این 13 موردی که به اصطلاح مطرح کرد، اون چیزایی که در هر خانواده‌ای مطرحه و هر کسی در ازدواجش اینا رو مد نظر داره. یکی اینه که مثلا آماده کردن غذا، این مثلا اهمیتش چقدره، درآمد و پول، احساس به امنیت و اینی که من سر و سامان گرفتم و خطری منو تهدید نمیکنه، طلاقی چیزی، احترام متبادل، اعتبار دادن و به همدیگه و به اصطلاح قوت ارزش قائل شدن برای همدیگر، سخن نیکو و خوب، خوش‌زبانی و اعتماد کردن به همدیگه، مثلا شوخی و شاد بودن در زندگی، نرمی و لطافت و به اصطلاح صمیمیت، عشق و عاشقی، گذشت و بخشش، مسئولیت پذیری و گفتگو و با خنده بگو، نکات جالبی هست، اهتمام به خانه، رسیدگی به وضعیت خانه و عاطفه و ابراز احساساتی که در خانواده ها باید باشه یا بین زوجین باید باشه. این 13 مورد چیزایی هست که همینا دیگه در ذهن انسان میاد، تو جوابایی که هست. الان اومد بعد از اینکه این خانم ها و آقایون جوابا رو گرفتن، بسیار سوال این بود که مهمترین چیز چی است برات؟ در اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم و آخرین چیزی که بهش فکر میکنی. این 4 تا نهایتا. اول و دوم و سوم اینا اولویت ها، بعد از اون دیگه همه چیزا میاد، آخرینش که کمترین اهتمام رو داره. خب از این سیستا یعنی آخریش. خب ببینیم نتیجه چی شد. نتیجه این شد که وقتی برگاه رو از آقایون جمع کرد،
95% از آقایون جوابشون این بود که اولویت اول برای ما رسیدگی به خانه است، اهتمام به خانه. یعنی آقایون اینو میخواستن از خانماشون که خانم به خانه اهتمام بده. یعنی هر شوهری 95% جواب اینو 95% از آقایون کدبانو میخوان، ازدواج که میکنن خانم خانه میخوان. خب اگر این خانم این رو درک نکرد، این خانم خونه یعنی چی؟ کمی میشه توضیح بدید؟ یعنی کسی که به خونه برسه، به وضع خونه برسه، نمیدونم مهمون و مهمونای شوهر، بچه ها و خانواده شوهر، رسیدگی، غذا و احترام و لباس و همه اینو. خب هرچند که در محیط زندگی احیانا شوهر در فشار کاری که روش هست احیانا این زحمت ها رو هم نمیبینه. احیانا مثلا ناشکری میکنه، خانم تو از صبح تا حالا یک کار مفید کردی؟ چی کار کردی؟ خب یه روز یه خانم یک درس خوبی به شوهرش داده بود، هر روز می اومد بابا یه کار مفید بکنید، این شکل از وقتتون رو ضایع میکنید. یه روز اومد خونه دید که بچه‌ها کثیف کردن اینور اونور، با لباسا اینجا افتاده، یکی از بچه‌ها سطلی رو آب کرده تو آشپزخونه افتاده تو همین و نمیدونم به اصطلاح خونه ریخت و پاش و کثیف و اینا. اومد بچه‌ها مادرتون کجاست؟ مادر کجاست؟ تو اتاق کار مفید میکنه. رفت به اصطلاح دید که داره که چت میکنه. خانم خیره؟ گفت وضع خونه چرا اینطوریه؟ گفت که امروز من همون کارهای مفیدی که هر روز میکردم و امروز نکردم. این کار خونه کم نیست و رسیدن به این کم نیست، اما بعضی وقتا خانم‌ها این رو درک نمی‌کنن. فکر میکنه که مثلا اگر من بیام مثلا کار کنم، کارمند باشم، درآمد داشته باشم، این منو تو چش شوهرم عزیزتر میکنه، در حالی که این اصلا مطرح نیست. یعنی اینکه شوهر خانومی که دوست داره که در کمک خرج شوهر باشه میره کار میکنه، اما این کار کردن همونه که طرف میره کار کردن کار آسونی که نیست برای زن. نه 80% هزینه میکنه، نتیجهش برای شوهر 20% هم نیست. این قانون رو جالب است، این قانون رو که به اصطلاح آقای پاراتو آورد اسمش رو گذاشت 80-20. بعدها وقتی که پژوهشگران اومدن گفتن که نه آقا 80-20 خیلیه، این قانون باید اسمش 90-10 باشه که این خانم میاد 90% زندگیش رو فدا میکنه، 10% قلب شوهرش رو کسب میکنه. بعدش میبینی که شوهر رفته زن گرفته. از کجا زن گرفته؟ گفته بله من غلط کردم، زن شهری گرفتم، زن دانشگاهی، الان میرم یه زن بی سواد روستایی میگیرم. تو کدبانو داشته باشم، این بیشترین نیازش اینجاست. خب این یه به اصطلاح مورد اول بود که به اصطلاح درصدش این کدبانو بود. نکته دوم که برای آقایون خیلی مهم هست که اون هم 80% از آقایون این رو خواسته بودن چه هست؟ ابراز احساسات و عواطف. از طرف کی؟ از طرف زن. برای چی؟ همیشه مرد یک موجوده، حالا اسمشو میخوای بگذاری زنزلیل، اسمشو میخوای بگذاری، یعنی مرد بدون زن هیچ ارزش نداره. مرد از تو دنیا که اومد تو بغل مادر بود. این مادر هی بهش میگفت عزیزم، نور چشمم، دوست دارم، جان، هی جان و جان شنید. خب خواهرای بزرگتری که بود این لوس خواهراست. خب میبینید بچه تو 7 8 9 10 سال هست، میره فرصتی پیدا کنه که خودشو مثل گربه به مادرش بماله، سرشو بذاره تو آغوش مادرش، همیشه تو آغوش هست. بزرگ هم میشه، خب همیشه ازدواج که کرد یه آغوش میخواد. اون جانایی که باش عادت کرده باید اینجا بشنوه. عزیزتم، بدون تو زندگی هرگز، نمیدونم این چیزایی که شما بعضی وقتا میگید. خب این به اصطلاح این نیاز این مرد است. اگر زن نیومد به شوهرش نرسون، زباناً نقطه ضعف مردم همینه.
80% قلب مرد رو به این میتونی شکارش کنی. بزرگترین مدیرها، پهلوانها، مردهای قوی در برابر زناشون دیگه هیچ. یعنی تصور کنید که مثلا زن عاقل وقتی شوهرش عصبانی میشه، آرا بیرون، نمیخوام ببینمت، فلان الان، هیچ جواب نمیده. شوهر میگه تو اومدم نباشی ها، گورو تو گم کردی رفته خونه پدرت. وقتی میاد میبینی که زن چیکار میکنه؟ میره خودش خوشگل میکنه، انگار نه انگار که چیزی شده، خونه رو مرتب میکنه، به خودش میرسه. وقتی شوهر میاد باز هنوز توپش پره، تا داخل میشه مگه من نگفتم؟ من بتونه تو هیچ جا نمیتونم زندگی کنم، تو چشامی، تو قلبمی، من از اینجا برم کور میشم. سطل آب ریخ رو آتیش دیگه. این مرد چی میشه؟ همچین میبینی میاد پنچر میشه، میاد میبینی که خب به روش نمیاره، غرور داره مرد دیگه. میره تو اتاق دیگه، در هم محکم میزنه پیشش، بعد اونجا میره مثل زار گریه میکنه چه غلطی کردم، حالا بیا چطور درستش کن، چطور جمعش کن. اینه که اون زن مثلا انگار نه انگار میدونه که پشت در این مرده داره فلوشت میکنه، اشکاش میریزه. البته زنم این زنی که شما میگیدم شیرزنه دیگه. زن باید اینطوری با این زنیه که میدونه با 20% یا با 10% 90% رو چطور گرفت، نقطه ضعف رو پیدا کرده، با حرکاتای کم، با تکنیکای کم چقدر میتونه نتیجه بده. خب نه اینکه خودش رو بکشه، صبح تا شب خرحمالی میکنه، زحمت میکشه، فلان و علان. شوهر انگار خیالش نیست، چون برای شوهر این همه زحمت کشیدن و کار کردن و پول آوردن و نمیدونن، این براش بی‌اهمیته. این مثل تکتیر اندازه تو جنگ. دقیقاً یه تیر میزنه اما جایی میزنه که خلاص میکنه کارو. یه مورد دیگه که مورد سوم بود برای مردا در اون. خب پس دو مورد شد. اولی فرمودید که مردا انتظار دارن خانمشون کدبانی خونه بشه و دقیقاً قربون صدقه. این تازه بود دیگه. چرا ابراز احساسات شنیده بودیم که خانم‌ها دوست دارن که مردا قربون صدقه‌شون برن، اما مرد انتظار داره خانم قربون صدقه‌اش بره. این دیگه تازه بود. این از نقطه‌های ضعف مرداست. اینو جدیدن شما لو دادید. اینو تو برنامه گذشته نگفته بودید. به هر حال دیگه کم کم باید همه چیزو فاش کردم. اینجوری پیش بره دیگه وضعیت تمام مردا فاتحه خونده است. اینجوری نه این تکنیک به هر حال شما دارید میدید دست خواهرها دیگه. نقطه سوم رو بگیم که به اصطلاح 75% آقایون این رو گفتن. احترام. که براش احترام قائل بشه. خب احترام گذاشتن به مرد یعنی طوق بردگی رو به گردنش انداختن. این در اصل احترام رو خانم در اصل داره به شوهرش احترام میذاره، اما در ظاهر، اما در حقیقت داره برای خودش احترام میذاره. اصلا احترام همه این کارا برای خودمه، برای زندگیم رو درست کردم. این یک فضای عبادی هست. دقیقاً این فضای خونه مثل عبادت هست. یعنی ببین شما میرید تو به اصطلاح روستاتون تو مسجد نماز جماعت میخونید، چند تا اجر گرفتی؟ 27. فرصتی غنیمتی پیش اومد، رمضان رفتی تو مسجد الحرام نماز خوندی، همون نمازه، همون جماعته، اینجا چقدر اجر داره؟ میلیون ها. بس قضیه اینطوریه که میدونی چرا این همه مسلمون بلند میشن برو حج، برو نمیدونم رمضان به خانه خدا، برای عمره، برای چی؟ این فرصت هایی که خیلی کوچیکه اجر خیلی بزرگ داره. 2 رکعت نماز نمیدونم اشراق یا ضحی خوندن چقدر اجر داره؟ حج، اجر پاداش حج و عمره کامل. پس حکایت اینه که من غنیمت شمردن فرصت ها بشمرم که از کجا باید کسب کرد. اینجا هم مسئله عبادت هست. احترام گذاشتم. این 75% از آقایون از خانم‌هاشون احترام گذاشتن. منش چی جواب؟ سومین به اصطلاح مورد این بود که احترام توهین بهش نکنه، سرکوفت نزنه. خب من تو رو نمیگردم، تو بدبخت رو کی میگرفت؟ خب اینو زن به مرد میگه اینجوری؟ خیلی زن‌ها این حرفو میزنن. زن به مرد بگه من تو رو نمیگردم، 10 بار اومدی خواستگاری قبولت نکردیم،
همی اومدی آها. بعضی وقتا که مثلا سطح حالا اجتماعی خانواده ما زن از بیشتر. سادات هستیم، شما غلام بیش نبودید. ما میلیونرها توی ما نگهبان دم در. خب این چیزایی که به سرکوف زدن خودش رو چی گرفتن. الان مثلا اگر یه وقتی برای شوهر مشکلی پیش اومد، تصادفی کرد، بنده خدا پاش شکست، نتونست کار بکنه فلان و از این حرفا، معتاد شد، مشکلی براش پیش اومد، نمیدونم بیماری اومد و دستش تنگ شد، خانم کارمند است فلان است. هر لحظه‌ای که خانم خودش رو بالاتر از مرد جلوه داد، اون لحظه است که تو که چشم مرد این میشه مثل پشه. ولو این که در حقیقت چه لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تحصیلات، از لحاظ درک و شعور، اینا همه بالاتر هم باشه، بالاتر هم باشه، اما نباید این سبب لباسه. بشه. همونطور که تو لباس اون هستی، اونم لباس تو. اگر به لباست بد گفتی، به خودت بد گفتی. مثل این که انسان لباس خودش رو بده آلوده بکنه دیگه. من بگم که لباسم نجسه، خودم نجسم یعنی لباس خودت دیگه. دیگه لباس خودمه. خب چه پوشیدیش پس؟ خب اینه که مثلا از این اشتباه نکن. آخرین چیزی که برای مرد مهم هست که اون هم 8% آقایون مثلا براشون ارزش داره، آخرین چیز بود. خب اون چی هست؟ اون مال و ثروت زن. زنی که دختری که فکر میکنه چون من پول دارم خریدارم زیادن، خیلی اشتباه میکنه. 8% از آقایون فقط خریدار تو هست. دون دختری که فکر میکنه اگر من کارمند باشم حقوق بگیرم خریدارم زیاده، نه، اون زن و شوهر فقط تو رو میخواد بگیره که براش پول بیاری که برای زن دیگه بگیره. کدبانو میخواد، بانک میخواد، یه حساب بانکی. خب واسه همین توصیه من با توجه، ببینید عزیزان من، اینا مسائل علمی هست. مسائل علمی رو حتی با تجربات هم، علم بالاتر از تجربه است. بله. چرا اگر ما مثلا تجربه می‌بود دیگه ما نمی‌رفتیم پیش پزشکا، هر وقت بیماری چیزی میشد می‌رفتیم پیش پدر بزرگ مادر بزرگا که عمری طی کردن دیگه. نهایتی از تجربه میشه علم. اینی که ما اگر به اصطلاح دختر خانم اومد دکترا گرفت، نمیدونم تحصیل کرده بود و کارمند بود و عشق کار داشت، من باید کار بکنم، من نمیدونم فلان، خودش بره واسه شوهرش یک کدبانو بگیره، یه زن دیگه بگیره کدبانو باشه و الا در زندگیش موفق نمیشه. زنی که اومد مثلا میدونه که با این همه زحمت فقط 8% قلب شوهرش رو میگیره، باید برای اون 92% دیگهش فکری داشته باشه و الا شوهر میره، شوهر اون 92% خالی نمیمونه، چون واقعا زیاده، کم نیست آخه 90%. اون اصل زندگی اونجاست. این آخرین چیزی که برای مردا مهمه. مثل اینه که یک غذایی میگذارن که این غذا 10% به هر حال اون مایحتاج شوهر هست، وقتی گشنه میمونه خب میره جای دیگه برای خودش سیر میکنه طبیعتا. میره به اصطلاح به جای اینکه بره با پیاز و نمیدونم سیر خودش رو سیر کنه، شما برو یک کدبانوی خوب براش پیدا کن که در کنار اون شما سعادت داشته باشید، شما خوشبخت باشید. مگه دنبال خوشبختی نیستید؟ پس جناب دکتر، مواردی که اشاره فرمودید 3 مورد بسیار مهم بود. بحث اولین موردی که فرمودید بحث کدبانو بودن. مورد دوم چی بود؟ شما من یادتون رفت؟ نه من این ابراز احساسات من خب عجیب بود برام یادم رفت. موضوع بحث اول کدبانو بودن. مرد میخواد که خانمش کدبانوی خونه باشه، به خونه برسه، به وضعیت آنچه که کلا مرتبط به فرزندا برسه، چون که نرسی اهتمام دادن به فرزندا. ببینید یک پژوهش علمی هست، اومدن چیکار کردن؟ اومدن بچه‌های نوزاد رو گرفتن، یک گروه از بچه‌های نوزاد رو گذاشتن در یک به اصطلاح کودکستان یا پرورشگاهی که در اون تمام امکانات مدرن بود، کسایی که تر و خشکشون کنن، بهشون برسن، شیر بدن، نمیدونم فلان بدن، همه اینو کامل، امکانات کامل 100%. بعد با گروهی دیگه از بچه‌هایی که تو آغوش
مادراشون زندگی میکنن، پرورش پیدا میکنن. بعد از 6 ماه اومدن اینا رو مقایسه کردن، دیدن اون خب بچه‌ها نوزادهایی که در 5 ماه و 6 ماه و 8 ماه و 10 ماه اینایی که در آغوش مادرها هستن از نظر هوش، ذکاوت رشد کردن. اونایی که در به اصطلاح اون همه خدمت ها بودن اونها افت عقلی پیدا کردن، هوش و ذکاوتشون پایین اومده، رو به کودنی گرفتن. اینجا دیگه قیمت مادر مشخص میشه. رسیدن ببینید هر انسانی، هر خانواده موفقی توش یک خانم موفقی هست. هر آقایی که برای خودش به اصطلاح اگر پشت آقای سلیمانی یک زن سترگ و یک شیر زن نمی بود، الان ما آقای سلیمانی اینجا نداشتیم که لبخند بزنه ها. الان باید میرفتم خرید، میرفتید نه داغون بودید. خب اونایی که میبینید بعضی از آقایون همش زندگیشون فلج هست، اخمند و نمیدونن زندگی ندارند و اینا، پشت سرشون حکایت هاست. پس موضوع اول فرمودید که کدبانه بودن و هر آن چیزی که مرتبط به فضای خانه است. حالا کسی که فرزند داره، فرزند اولویت است به باقی موارد. موضوع دوم محبت، ابراز محبت و عشق. و موضوع سوم احترام و چیزی که در پایین لیسته بحث کمترین احترام رو برای شوهر به ثروت خانمش هیچ اهمیت نمیده و اونی هم که اهمیت میده زن نگرفته، یه حساب بانکی گرفته تا زن بگیره. احسن. میخواد مهریه زن دوم پیدا کنه. خب جناب دکتر، حالا موضوع بحث خواهراتیم. خواهران الان همین پژوهش علمی که این دانشمند انجام داده بود، نتیجه اینو ببینیم. بله. نتیجه این شد که 95% از خانم ها اولویت اولشون از شوهرشون این بودن که این شوهر مسئولیت شناس باشه. مسئولیت شناس. این شوهر بدونه که زن داره، بدونه که خانواده داره، رسیدگی به خانواده، نیازهای خانواده رو برطرف کردن، پرسجو کردن که چطور میگذره زندگیشون، از بچه ها پرسجو کردن، از خود زن، از نمیدونم خوشاش، از همه به اصطلاح اون چیزی که به زن این احساس رو میده که شوهرم الان دیگه اون مرد ولو بازار نیست، مجرد دیروز نیست. الان این برای ما به اصطلاح ارزش قائل هست، برای فرزندان ارزش قائل است. یک قصه بسیار زیبایی رو یکی عزیزی که در آمریکا زندگی میکنه و اونجا به اصطلاح مسئول مرکز اسلامی هست تعریف میکرد که یکی از آقایونی که اونجا هست از کشورهای خودمون که رفته اونجا برای کار و زحمت و اینا، میگه روزی بچه‌هاش اصلا بیچاره صبح تا شام جون میکنه تا این خونه مثلا مرفه زندگی کنن. تنها این نیست، تنها مرفه بهترین وسایل رو تو خونه داشتن علامت آرامش و سعادت نیست. میگه روزی بچهش میاد بهش میگه بابا شما اینقدر کار میکنی ساعتی چند گیرت میاد؟ گفت که $100 ساعت. گفت خب بابا $50 به من قرض میدی؟ بابا هرچی من میگیرم واسه شماست، قرضش چیه؟ گفت نه من قرض میخوام 2 هفته بعد بهت میدم. گفت بفرم اینم $50. آقا پسره یه $50 دیگه از جیبش در آورد، گفت بابا این $100 یه ساعت با ما بشین. این آقاست اما مسئولیت پذیر نیست. مسئولیت احساس نمیکنه که به اصطلاح همین موردی که به اصطلاح این آقا میاد 90% زحمت میکشه، نتیجهش چی میشه؟ 10% نتیجه میگیره. شاید فکر میکنه که اینه، یعنی عدم شناخت مناسب و درک دقیق از این موضوع. عدم شناخت مناسب. واسه همین ما میگیم که باید این مسائل رو فهمید، شناخت، دونست که چی کار باید کرد. پس میفهمید که مثلا یک خانم خونه و مجموعه خانواده یعنی فرزندان حتی از مرد خونه و پدر خونه بیشتر از هر چیز مسئولیت پذیری میخوان و مسئولیت پذیری فقط خلاصه نمیشه به تامین مخارج مالی زندگی و تمام جوانب زندگی رو در بر میگیره، از عواطف و از رسیدگی به مشکلاتشون و سختیاشون و وقت گذاشتن باشون و توجه کردن به اونها، اهتمام به اونها، خواسته های اونها، اینا همه درش داخله. دقیقاً. حالا میرسیم که به اصطلاح قضایای مالی چقدر بها داره براشون. دومیش مورد دومی که 85% از خانم ها بهش
اشاره کردن که اولویت دوم این هست، اینه که زن احساس کنه که امنیت داره، یعنی این خونه مال اونه، این شوهر شوهرشه، جونش بره زنش نمیره. هرگز مثلا امکان نداره که شوهر طلاقش بده. هر خونه ای که توش بوی طلاق بود، حرف از طلاق بود، از دور یا نزدیک، اونجا امنیت وجود نداره. شوهر میترسه، زن میترسه که هر لحظه ای من شاید از اینجا بیرون انداخته بشم. خب این برای زنها خیلی مهمه که میخوایی به اصطلاح زن رو کسبش کنیم. برای من بزرگترین، در تصور من بزرگترین مژده‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه صدیقه که اینقدر با هم دوست بودن، عزیز بودن، به عایشه داد چی میتونه باشه؟ این همسرش در دنیا و آخرت. وقتی که پیامبر به عایشه، من تصورم اینه که وقتی بهشون فرمودن انه لا یهون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنه، مرگ الان برای من خیلی آسون هست. وقتی که فهمیدند، به من اطلاع داده شد که شما همسر من در بهشت هستید، الان دیگه عایشه میدونه که همسر پیامبر در بهشته، یقین پیدا میکنه که من میرسم بهش. دیگه الان خطر طلاقی وجود نداره. بزرگترین وقتی که امهات المؤمنین از شادی میخواستن پر در بیارن، بپرن، وقتی که بود که خداوند متعال اعلام کرد که زنهای پیامبر امهات المؤمنین هستن به حق نداری اینا رو طلاق بدی و بعد از این به کسی دیگه ازدواج امهات المؤمنین دیگه شدن. وقتی که مادران مؤمنان شدن، پس اینا دیگه مادرن، مال کسی دیگه نیستن، مال پدر این امتن. پس اینا بهشتیان، در بهشت با پیامبرن دیگه. الان اصلا خطر طلاقی وجود نداره، امنیت کامل ایجاد شد. اون مردی که اینو به زنش میرسونه، زنی که میاد مثلا احیانا عصبانی میشه و فلان، از این به صورت لغزش ها خیلی از خانم‌ها میکنن، اگه مردی منو طلاق بده نمیتونی، خب یا نمیدونم این حرفا رو میزنه، این مرد باید چی کنه؟ یه پوزخندی بزنه، یه خانم تو رو طلاق بدم خودم کجا برم؟ بدون تو که من تلف میشم. اینو اگه حالا تو دل نداشتم بگه، باید اینو بهش برسونه. اینجا میشه دروغ گفت اینجور جا؟ اصلا اینجا دروغش عبادت. البته نمیشه به زنا دروغ گفت، این چیزا باید از دل بر بیاد. خب چه وقت؟ حالا وقت عصبانیت که از دل بر نمیاد، در وقت شادی ها، در وقت آرامش، در وقت این همش بهش برسونه که من بی تو نمیتونم زندگی کنم، تو به اصطلاح ستون خونه و زندگی من هستی، تو چشام هستی، یه لحظه تو رو نمیبینم کور میشم. خب وقتی که زن احساس کرد که دیگه خطری مثلا اون رو در این زمینه تهدید نمیکنه، خیلی دیگه این خونه و این زن دیگه یک فضایی از عشق و محبت به وجود میاد که دیگه اصلا نگو نپرس. این دومین مورد اول مسئولیت پذیری. مورد دوم امنیت، احساس امنیت دادن. بله. مورد سوم که برای 65% از آقایون مهم بود و بهش اشاره کرده بودند با عنوان اولویت سوم، بازم احترام هست. احترام در واقع یک چیزی در طبیعت هر انسانی هست. همه میخوان که دیگران بهشون احترام قائل بشن، بهشون توهین نکنن، سرکوفت نزنن، بد و بیرا نگن، فحش ندن. اون آقایونی که مثلا دست روی زناشون بلند میکنن، واقعا یک کارایی به اصطلاح انجام میدن که در شأن یک مرد نیست. مرد روی زنش هرگز دست بلند نمیکنه. حتی کفار قریش عجیب است که ما میبینیم که کافران حتی با اینکه کافر بودن، مشرک بودن، ولی وقتی که نسبت به زن میرسید حکایت فرق میکرد.
گفتن ما شمشیر رو زن بلند نمی‌کنیم، در شأن دست رو مرد زن نیست. بلند نمیشه. در شأن مرد نیست. و حتی اون حکایت زینب رضی الله عنها معروف است، دختر رسول صلی الله علیه و سلم که می‌خواست هجرت بکنه برگرده به مکه، در بین راه که اذیت کردن شطور رو و افتاد، بعد بود طبیعتا ناراحت بودن و هندی که هنوز مسلمان هم نشده بود اومد و خیلی اونها رو مؤاخذه کرد که شما نامردید، مرد نیستید شما، با اینکه در جنگ هم است با رسول الله و دختر رسول الله بود. گفته به چه حقی به زینب دست راست کردید و اذیت کردید زینب رو؟ شما اگه مرد می بودید میرفتید با مردها میجنگیدید. دقیقاً این نشان کسی که دست روی زن بلند میکنه واقعا هم روی مردانگیش یک علامت سوال هست. اصلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در وصف زنان که لا یغلبن الا الکریم، اون کسی که تو جامعه جاهلی بهش میگن زن ذلیل، اون در چشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در توصیف پیامبر اکرم، این انسان کریم و با شرافت و با عزت است. و برعکسش میفرمایند ولا یغلبهن الا اللئیم، انسان پست، انسان لئیم بی شخصیت، اونی که رو زنش ظلم میکنه. این بی معنا نیست که یعنی مرد اختیار زندگی رو کلا میسپاره، هر چی اون گفت حلال و حرام قبول بکنه، نه. ولی خب در موضوع بحث اینه که بحث ظلم و بحث زدن و اون اختیار زندگی رو با مدیریت، با اخلاقش، با رفتارش، با جدیتش، با درایتش، با حکمتش به دست میگیره، نه با شمشیرش، نه با شلاقش، نه با کتک و مشت. اونی که شلاق میزنه، اونی که تو به اصطلاح دست روی زن بلند میکنه، اونی که فحش میده، اونی که بی احترامی میکنه، اون اسمش انسان لئیم هست. یعنی انسان پست، انسان بی شعور، انسان بی تربیت. احترام چرا؟ چون که احترام یکی از فطرت انسانی است که آقایون هم احترام میخوان، خانم هم احترام میخوان، حتی طفل هم احترام میخوان. اما این احترام رو همونطور که در ابتدا عرض شد، این احترام رو خودمون به دست میاریم. احترام میاره و احترام بخشیدنی نیست، کسب کردنیه. ما باید خودمون واسه خودمون احترام قائل بشیم، خود به خود دیگران برای ما احترام قائل میشن. خودمون رو که ذلیل و خوار و خورد کردیم، خب دیگران سوء استفاده میکنن. این مورد سومی بود که برای خانم ها مهمه. یعنی 3 اولویت، اگر آقایون این 3 اولویت رو بهشون رسیدن، مسئولیت پذیری، احساس امنیت و احترام. اون طرف ما چی داشتیم؟ اون طرف هم کدبانو بودن داشتیم، محبت کردن، ابراز محبت و عشق و علاقه و احترام رو داشتیم. آخرین چیزی که اونجا برای یک آقا مهم بود این بود که اگر به صورت زن دستش به دهنش رسید یه لقمه هم به ما داد، خوب آخریش بود. یعنی چیزی که اصلا برای آقایون مهم نیست. 8% فقط به اون اشاره کردن. اونم تازه تو لیستی که آقا نوشته بود دیگه، وگرنه که اصلا شاید ذکر نمیشه. الان در چیزی که برای خانم ها کمترین بها رو داره و خیلی وقتا آقایون روش بیشترین هزینه رو میکنن و کمترین نتیجه رو هم میگیرن، اینه که آخرین چیزی که برای زنها مهمه که 5% از زنها براش بهش اشاره کردن به عنوان آخرین چیز، وقتی که اصلا اونو حساب نآوردن، اون اینه که براشون غذاشون رو مرتب بکن. یعنی مسائل اینی که به اصطلاح خورد و خوراک و مسائل نیازهای مادیات زندگی، این در پیش خانم ها ارزشی نداره. این خانم از کوکه نیومده بود، همونجا خونه باباش هم یه چیزی گیرش میومد بخوره، اونجا هم میخورد، شاید اونجا بهترشو میخورد، بله وضعیتش بهتر بود. اینجا اومده با هیچی میسازه، در دیار غربت، در نمیدونم خونه دیگه، در حالا هست و ندار. الان غالبا هم که به اصطلاح جوونا که ازدواج میکنن چیزی تو چندشون نیست و زالی ندارن، با همه این براش مهم نیست. یعنی اون مظاهر مادی اولیه زندگی زیاد برای خانم مهم نیست، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم که این اولویت براش. آقایون وقتی که این مسائل رو درک نمیکنن چیکار میکنن؟ میرن تو اون چیزی که اولویت نداره زیاد زحمت میکشن.
مادیات رو فراهم کردن و فلان اینا، در مقابل احترامی نیست، در مقابل فضای امنیت ایجاد نشده، در مقابل مسئولیت پذیری نیست. اینجاست که دیگه این تو چشم خانمش، تو به اصطلاح این فضای خانواده اون شوهر ایدئال نیست. بعد تازه گلم میکنه که من همه چی رو دارم آماده میکنم دیگه، چه مرگته. این همه چیزی که آماده میکنه اون چیزی که برای اون ارزش نداره. قبلا یه مثالی میزدیم، گفتیم مثلا باید بدونیم که طرف مقابل چی میخواد. رسیدن به اینی که مثلا اون احساس بکنه که این به من میرسه، همون مثال خرگوش بود که ما اومدیم به خرگوشه نمیدونم چلو کباب دادیم، یه بوی زد رفت اون ور، این چیه؟ من ارزش قائل نیستم واسه من. اما یه هویج دادیم بهش، همچین پری رو این هویج. یعنی اینی که من چقدر زحمت میکشم این مهم نیست در فضای زندگی. چطور زحمت میکشم مهمه، چه کار میکنم مهمه، چی چیزی اولویت داره به اون میرسم مهمه. قضیه اینه که من بدونم چه کار میکنم، یعنی 10% زحمت بکشم، 90% نتیجه میگیرم، موفق میشم. راهی میام بر. راهی میام بر. اما وقتی که نمیدونم میام 100%، 90% زحمت میکشم شب و روز، آخرش نتیجهش یک مسیری رو انسان میخواد بره، بعضی وقتا دور میزنه 6 کیلومتر 7 کیلومتر، آخرم به مقصد نمیرسه یا میرسه بعد از خستگی و تب، ولی در حالی که میتونست همین رو در عرض 300 متر از این طرف یک راه ساده‌ای بود برسه بشه. دقیقاً. خیلی ممنونم جناب دکتر، خیلی استفاده کردیم از صحبت شما، بیانات زیباتون و پیشنهادهای شما. چه خوب اسرار ما هم دارید لو میدید یکی یکی ما مردها رو. اما اگه صحبت آخری بر بینندگان عزیز در این برنامه دارید در خدمتتون هست. من فقط میخوام که از عزیزان خواهشی بکنم که این مسائلی که ما مطرح میکنیم یک فرصت طلایی است برای همه عزیزانی که این توان رو ندارند، نه به اصطلاح فضای رسانه‌ای در اختیار دارند. این مسائل به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان الدال علی الخیر کفاعله. کسی که یک افرادی رو به یک خیری برسونه، این مثل اینه که اون افراد چقدر زحمت کشیدن. یعنی ما الان 90% هزینه میکنیم، اجری میگیریم، شما با یک زیرکی همین پیام ما رو به دیگران برسونید، برابر با اجر ما اجر میگیرید، پاداش میگیرید. پس این فرصت های طلایی رو باید غنیمت شمرد و مفاهیم درست رو به خانواده ها رسون، چون که مشکلی که ما داریم در خانواده ها نتیجه نادانی است. انشاءالله که مشکلات همه برطرف بشه با آگاهی و با شناخت بیشتر. تشکر از شما جناب دکتر که وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه وقتتون در اختیار این برنامه گذاشتید نهایت سپاس رو داریم. برنامه مال شماست و موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه هم موضوعاتی است که شما دوست دارید. هر عزیزی که دوست داره در این برنامه موضوعی مطرح بشه، نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید از راههای مختلف، صفحه فیسبوک سفره دل و یا از طریق تلگرام شبکه جهانی وصال حق، از طریق واتساپ، از طریق پیامگیر صوتی ما و از طریق پیامک ها و راههای مختلفی که در اختیار شما عزیزان هست میتونید با ما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میان بگذارید یا سوالهایی اگر احیانا در موضوعات مرتبط به موضوع برنامه سفره دل در ذهن شما عزیزان هست و یا حتی اگر موضوعی احساس میکنید که مهم هست و تا به حال مطرح نشده در این برنامه و احساس میکنید که خوب هست که مطرح بشه، حتما با ما در میان بگذارید و ان شاء الله حتما در اولویت کار ما قرار خواهد گرفت. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت رو خوانیم. پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، خواهر و عزیزان و دوستان و آشنایان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و از الله متعال می‌خوایم همون عزیزان رو با رحمت، فضل و مغفرت خودش ببخشاید و در جوار انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین در بهشت برین بهترین درجات رو عنایت بکنه و به ما هم توفیق فهم صحیح دین، توفیق اخلاص و اتباع و عمل فراوان تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه رو نصیب بکنه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدار شما. جزاکم الله خیر.